داستان امشبمون رو به نام بهشت فروشی از یکی دیگر از قصه های بهلول آغاز میکنیم. زبیده همسر هارون الرشید در راه عبور خویش بهلول را دید. او مشغول بازی با اطفال بود و با انگشت خط بر زمین میکشید. زبیده به دیدن این صحنه ایستاد و لحظاتی به کار بهلول خیره شد. بعد پرسید: ای بهلول، چه کار میکنی؟ بهلول همچنان که با سر انگشت خاکهای نرم را میشکافت به بچه ها گفت: مواظب باشید تا خانه ای را که ساختم خراب نکنید. بعد به زبیده جواب داد: میبینی که دارم خانه میسازم. زبیده تصمیم داشت کمکی به بهلول بکند، اما میدانست که او این کمک را قبول نخواهد کرد. بنابراین با خودش فکری کرد و گفت: میبینم که خانه زیبا و شایسته بزرگان میسازی. میل دارم این خانه را از تو خریداری کنم. بهلول سرگرم به کار خویش پاسخ داد: این خانه را؟ آری، این خانه را میفروشم. زبیده نگاه بر خطوط کج و معوج روی زمین انداخت و گفت: خانه تو را خریدارم، بهای آن را بگو تا بپردازم. بهلول کمر راست کرد و ایستاد و بعد با چوب به کودکانی که اطرافش ایستاده بودند اشاره کرد و گفت: 1000 دینار برای خودم و این کارگران که در ساختن خانه کمکم کردند. زبیده بدون معطلی رو به یکی از نزدیکان خودش که پشت سرش ایستاده بود کرد و گفت: 1000 دینار به او بپردازید. بعد بی آنکه سخن دیگری بر زبان آورد به راه افتاد و رفت. بهلول سکه های طلا را که گرفته بود میان فقیران تقسیم کرد و حتی یک سکه نیز برای خودش ذخیره نکرد. چند شب از این ماجرا گذشت. هارون الرشید در یکی از شبها در عالم خواب واقعه‌ای عجیب را مشاهده کرد. او را به تماشای بهشت برده بودند و خانه ای را نشان دادند و گفتند: این خانه متعلق به زبیده همسر توست. هارون الرشید خواست داخل آن خانه شود، اما جلوی او را گرفتند و راهش ندادند. صبح روز بعد هارون الرشید جریان خواب را برای علمای دربار خویش فاش ساخت. آنها گفتند: زبیده خانم کار نیکی انجام داده است. از او بپرس که چه کار کرده است. هارون الرشید از زبیده خواست که راز خویش را بازگوید و فاش کند که چه کار خیری انجام داده است. زبیده هر چقدر فکر کرد چیزی به خاطرش نرسید، اما آن 1000 دینار را که برای کمک به بهلول داده بود به یاد آورد و ماجرای ملاقاتش با بهلول را برای هارون الرشید تعریف کرد. هارون الرشید دانست که باید دست به دامن بهلول شود و خانه خریداری کند، خانه‌ای که در این دنیا پایه و بنیادی ندارد، اما در آن دنیا
قصری پرشکوه خواهد بود. باید بهلول را پیدا می‌کرد. خودش از قصر خارج شد و همراه یکی از نزدیکانش به جستجو پرداخت و توانست او را در یکی از کوچه‌های بغداد پیدا کند. بهلول باز هم مشغول خط کشیدن بر خاک بود و کودکانی در اطرافش بازی می‌کردند. هارون الرشید در حالی که سعی داشت خودش را بی‌اعتنا به کار بهلول نشان دهد پرسید: خویشاوند عزیز، تو را می‌بینم که با کودکان همبازی شده ای و بر چهره خاک نقش پدیدار می‌سازی. بهلول همچنان که انگشت در دل خاک می‌دوانید جواب داد: ما نیز از آنچه در دنیا داریم بهره می‌گیریم. می‌بینی که بر زمین خدا خانه می‌سازم و قصد دارم تا آن را بفروشم. هارون الرشید با شادی و نشاطی که صدایش را به لرزه انداخته بود گفت: خانه‌هایی که تو می‌سازی به شکوه قصر پادشاهان نیست، اما من میل دارم یکی از این خانه‌ها را خریداری کنم. بهلول سر انگشت از خاک بیرون آورد و آن را مقابل چشم گرفت، یک چشمش را بست و با چشم دیگر به انگشت خیره شد. بعد آن انگشت را آرام آرام به سوی زمین اشاره کرد و گفت: آیا چنین خانه ای را خریدار هستی؟ هارون الرشید در کنار خطوطی که بهلول بر زمین نقش کرده بود زانو زد و گفت: این خانه را پسندیدم و قصد خریدش را دارم. بهلول خنده‌ای تمسخرآلود کرد و خیره خیره به چشم‌های هارون نگاه کرد و گفت: بهای این خانه سنگین است. هارون الرشید بی‌اعتنا به خنده معنیدار او گفت: چیزی را که میل به آن پیدا کنیم به چنگ خواهیم آورد، هرچند بهایی سنگین برایش بپردازیم. بهلول هزاران کیسه پرزر و باغ‌ها و بوستان‌های وسیع و اموال فراوان دیگری را نام برد که بهای آن خانه است. هارون الرشید بهت زده و خشمگین بر جای باقی مانده بود تا سخن بهلول به پایان رسید. این همه چیز که بهلول طلبیده بود در توان او نبود که آماده کند. اگر ثروت تمام ثروتمندان را روی هم می‌گذاشتند به اندازه بهایی که بهلول خواسته بود نمی‌شد. چه رازی در سخن بهلول نهفته بود؟ چرا این چنین بهای سنگینی را برای خانه خیالی خود می‌طلبید؟ هارون الرشید در صدد دانستن این راز بود. برای همین هم پرسید: چنین خانه ای را چند روز قبل به بهای اندک فروختی. زبیده آن را به 1000 دینار خرید و امروز که من هم طالب چنین خانه ای هستم سخنی ناصواب میگویی؟ بهلول از جای برخاست و به نیش انگشتان پا خطوطی را که بر زمین کشیده بود محو کرد و گفت: خلیفه بداند که میان او و همسرش تفاوت فراوان است. زبیده ندیده خرید و تو دیده‌ای و میخواهی بخری. بعد بدون آنکه کلام دیگری بر زبان آورد سرگرم بازی و جست و خیز با کودکان گردید. خب دوستان، به پایان این ماجرا و این داستان رسیدیم.
انشالله که درسی باشه برای همه ما.